سلام خدمت همه دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با همدیگه یه شیرینی خوشمزه گیلانی رو که به اسم کاکا هست رو درست بکنیم. با من همراه باشید. برای این شیرینیمون ما احتیاج داریم به یه دونه تخم مرغ که داخل ظرف میشکنیم. شکرمون هم بهش اضافه میکنیم. تخم مرغ و شکر رو با هم به اندازه میزنیم که حالت کرم رنگ پیدا بکنه. الان بهش دارچین رو اضافه میکنم. شیر داریم، شیرم بهش اضافه میکنم. مواد رو با هم دیگه یه مقدار مخلوط میکنم. اندازه 3 قاشق غذاخوری هم گلاب داریم، اونم بهش اضافه میکنم. یه پیمونه هم کدو حلوایی که من پختم بعد پورش کردم. بعد پیمونه شما میتونه هر چیزی باشه، از هر پیمونه‌ای که استفاده کردیم بقیه مواد هم نسبت به اون اندازه گیری میکنیم. الان یه پیمونه ما پوره کدو حلوایی داشتیم، بعد شیرمون هم که نصف پیمونه بود. برای این شیرینی ما یه پیمونه آرد نیاز داریم که من نصف پیمونه رو از آرد برنج استفاده کردم، نصفش هم از آرد قنادی که فکر میکنم مزه بهتری پیدا بکنه. کدو حلوایی هم که ریختیم داخل موادمون با هم یه دستش میکنیم. بعد داخل یه الک آردمون رو توی 3 مرحله بهش اضافه میکنیم. ما یه قاشق چای خوری هم بیکینگ پودر داشتیم، بهش بیکینگ پودر هم اضافه میکنیم. مخلوط آرد برنج و آردمون رو کم کم بهش اضافه میکنیم، تقریبا تا توی 3 مرحله. من کدو حلوایی که استفاده کردم خودش یه مقدار شیرین بود. شما میتونید که شکرتون رو که نصف پیمونه است، اگر کدوتون شیرین بود یه مقدار باز کمتر استفاده کنید. همه اینا بستگی به خودتون داره که چقدر بخواین شیرین درست کنید این شیرینی رو. من اینجا گردو هم دارم که اختیاریه، میتونید اضافه کنید میتونید هم نکنید. یعنی تو دستور اصلی این شیرینی گردو نداره. من اینو به خاطر حالا طعمش که بهتر بشه اضافه میکنم.
گردوارم یه مقدار با موادمون مخلوط میکنیم. خب تقریبا این آماده شد. میذاریم یه نیم ساعتی بمونه استراحت کنه، بعد داخل روغن سرخش میکنیم. الان با ملاقه از این شیرینی رو برمیداریم داخل روغن سرخ میکنیم. بعد لقامت این شیرینی هم دست خودتونه. توی ظرف من دستمال انداختم که روغن اضافیشو بگیره. دوست عزیزم شیرینیمون آماده شد. همه رو سرخ کردم، داخل ظرف گذاشتم. طعمش خیلی عالیه. سعی کنید تا کدو حلوایی هست این شیرینی رو درست بکنید. اگر نظری و پیشنهادی هم دارین راجع به این ویدیو برای من کامنت بذارید. ممنون از نگاه گرمتون. خدا نگهدار.